ایرانی که نامزد جایزه اسکار شد. فیلم ایرانی. میدونم. کدام قاره هیچ بیابانی ندارد؟ من نمیدونم راستم. تو میدونستی میلاد؟ نه برای چی زنگ زدی؟ من نزدم، اینجوری کردم ولی نخورد، صداش در نه. امیدوارم بعد از این من ویدیو می‌خواستم اینا بگم- سالم بمونن. آقا 2 تا چیز بود، یه آبی بود یه قرمز بود. آره. کدوم سریال بیشترین جایزه امی در تاریخ را برد؟ آقا خدا وکیلی نامردی سوال داره. سه تا گزینه داره، خب بذار ببین. بخونم برات. چرا تو زنگ فرندز. نمیدونم چرا میزنه. فرندز نیست خیلی بهترین. آها یعنی اینا پیشرفته تر شدن شمشیر ساختن. یهو که مثلا یه فلز رو میشناسن که نمیرن باهاش یه چیزی بسازن که. اون لحظه که گفتم اشکال بلدم یه نداره. چیز دیگه تو ذهنم بود، ولی وقتی گفتم یه چیز دیگه گفتم. چی گفت؟ خب من قبول تو میکنم. میخوای حدس بزنی؟ که چی میخواست بگه؟ نه. آه. این که چی هستش؟ جواب سوال. چرا باید حدس بزنی من چی می‌خواستم بگم؟ من